این گرمخانه در شفت دریای سرخوب در قسمت موضع سنگو دهه کدوچی جماعت دهاتی به نام میرزا علی وایسوف در ناحیه وسع است. مساحت گرمخانه کمتر از 2 سوتیق زمین را تشکیل داده. اینجا 24 نهال لیمو پرورش یافته است. امسال سال اول حاصل بندی نهال ها می باشند. هر یک نهال گرمخانه همین گونه غرقی حاصل است. سال دیم ده حاصل داد اومدن. حاصل دیم سالگی که حاصل گرفتن خیلی با مقداری 100 دونه هم خیلی 150 دونه گرفته. هر یک نهال. هر یک نهالش داره. خیلی با بینی که حاصل دام اومده است چیز کرده است با وقتش میشه با یک پیشروی میشه. نیت داریم که با کلانترش کنیم میره. یگان گرمخانه دیگه با کلانتر نسبتی کنیم. زمینی که گرمخانه ساخته شده است سنگو زمین بود. الهام مرادوف با کشانیدن خاک این زمین بکار خوابیده را به زمین کیش تبدیل داد. این عمل را الهام با دل گرم انجام داد. در این گوشه حولی گرمخانه ساخت. زحمت های الهام آن همین خیلی نتیجه خوب به بار آورد. ایمی آدمایی که پیشتر کردگی بودن ایو پرسیدیم و تجربه گرفتیم کار کردیم. ایو آدمی که از قرآن تپه آوردیم با مسئولیت هم کار کردیم. تلفنی میپرسیم تجربه گرفتیم. گروه کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه واسه اوید ثمراناک استفاده نمودن زمین‌های نزد یاولیگی و استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق از گرمخانه الهام دیده نموده. استفاده تجربه الهام را با دیگر همدیگانش قید کرده گرفتند. وظیفه اصلی گروه کاری نیست با خلق واخوردن گذراندن صحبت و جماعت درباره صرفه سرشته‌کاری برق استفاده برای زمین‌های نزد یاولیگی تشکیل کردن گرمخانه‌ها و تیاری برخد ایدی نوروز میباشد. من چیزی که ما شاهد آن شدیم طرف این را همش خلق فهمیده است درک کرده است و در اساس دستور سپارش‌های جناب علی کاربر کرده شده است. ما در گرمخانه بودیم گرمخانه از برق استفاده نبرده است. خل این را نصب فهمیده است از پیچ‌ها و انگشت شوری استفاده میبرد. این با اون است که آینده ما صرفه برق کنیم و زندگی آسایش خود را دهوندیم. ما باوری دارم که همین گرمخانه در همین حدود جامعه واسه بین نهایت بسیار است. مردم در اونجا کار کرده است و دیگر شخصیتان در اونجا کار فعالیت کرده است که این برای پیشروی اقتصادیاتی جماعت و این چون حفظ اجتماعی و معنویات خود اهمیت بین نهایت کلان دارد. الهام مراد و از گرمخانه واسه استفاده می نماید. در خطه زمین نزد یاولیگی منزل استقامتی الهام در گرمخانه دیگر پرورش سبزیجات و کبودی ها برای مانده شده فصل زمستان بازار دهه را با این نمود محصولات تامین می سازد. الهام می گوید که از استفاده گرمخانه هم الهام می گیرد و هم بودجه عائله‌اش غنی می گردد. با همین نیت در پهلوی این گرمخانه ساختمان گرمخانه دیگر را بر راه مانده در سمت پرورش سبزیجات اصول‌های نو را استفاده می برد. در این گرمخانه غیر از لیمون همچنین در چنین خلطه ها کارتوشکا شینانیده شده است. این برای تجربه است. اگر این تجربه با موفقیت انجام یابد سال آینده شماره این خلطه ها زیاد میگردند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.